آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف میزنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش هامان کشور عوض کردیم. اون نه و میدانهای جنگ را ناامیدانه پشت سر گذاشتیم. آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب میدانیم. حتی نفرت از حقارت هم آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با